امروز به خدا بگو خدایا بیا من با تو آشتی میکنم، خدایا بیا من با تو صلح میکنم، خدایا این دل من فقط مال تو، خدایا من دل میدم تو آرامش به من بده، خدایا من دل میدم تو خواسته های مرا اجابت بکن. در همون آن واحد خدا میگه لبیک عبدی، بنده چی میخوای؟ بیا امروز به اون فرمانروا اجازه بده که وارد دل بشود، چرا بسیار کسان زر و زور دارند، بسیار کسان تمام اسباب رفاه و آسایشی دارند ولی از آرامش دل خبر نیست، چون ارتباطشان با پروردگارشان خراب است، ارتباطشان با پروردگارشان خراب است. ولی امروز عزیز من، ای مسلمان، ای جوانی که از راه دور آمدی، ساعتها انتظار کشیدی، بیا امروز قفل دل خود را باز کن، دریچه دل خود را باز کن و پروردگار بگو پروردگار وارد دل